میدونستید تو کتیبه‌های هخامنشی هیچ اسمی از ایران آورده نشد و نام کشوری که امروزه به اسم ایران میشناسیم نام شهری کوچک بین تاجیکستان و افغانستان امروزی در امپراتوری پارس بوده. میدونستید اکثر القاب فرماندهان نظامی که در رکاب پادشاهان هخامنشی شمشیر میزدن پارسی بود و برعکس تو زمان ساسانیان تمام القاب به ایرانی تغییر میکنه. میدونستید ایران یک اسم مذهبی و فاشیستی زرتشتیه که توسط آخوندهای زرتشتی از زمان ساسانیان بر روی سرزمین پارس گذاشته شده؟ میدونستید حکومت ساسانیان مثل جمهوری اسلامی حکومت رادیکال زرتشتی بود و سیاستاشون توسط آخوندهای رادیکال زرتشتی دیکته میشده؟ میدونستید حکومت ساسانیان با کشتار و نسل‌کشی از اشکانیان تاریخ رو تحریف کردن، پایه‌گذار یکی از مذهبی ترین و رادیکال ترین حکومت‌های تاریخ سرزمین پارس شدن؟ میدونستید اسم کشورمون تو مجامع بین المللی سرزمین پارس بود و تو سال 1314 با فشار انگلیس توسط رضا شاه به ایران تغییر کرده؟ میدونستید تعداد زیادی از سران کشور مسلمون نیستن، به اسم اسلام دارن روی مردم مذهبی و بسیجی‌های احمقشون حکومت میکنن؟